کلاج ساینا و تیبا و پرایدای مدل بالا چون دیسک و صفحه‌شون 215 فوق العاده سفته، هیچ راهی هم نداره غیر کلاج طبی. لزوماً فابریک بودن هر کالایی دلیل بر خوب بودنش نیست. شاید به خاطر ارزون بودن این کالا رو می‌بزنه ماشین. همین جایی که از دل یک درد یه اختراع جوونه میزنه، کلاج ماشین تا 80% نرم‌تر میکنه، دقیقاً جایگزین سیم کلاج قبلی ماشین میشه، کاملا فابریک. این فنر رو حتما بردارین چون باعث میشه کلاج ماشین فوق العاده صفر بشه و هیچ تأثیری هم توی برگشت کلاج نداره. خودروساز از سال 402 متوجه شده که این فنر رو خودش باید برداره. تو ماشین 402 به بالا نیست. ببینیم چجوریه. مثلا 100% تغییر کرده. چقدر نرم‌تره فکر می‌کنی؟ خیلی. اون از اولش خیلی تغییر کرده.